با برنامه تحلیلی و خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی امروز 12 مارس به شما پیشکش میکنم. سرخط خبرها: سهراب ظفر رهبر گروه 24 کجا شد؟ جانبدارانش میگویند احتمال حکومت تاجیکستان او را از ترکیه ربوده باشد. در صورت بازگشت ایشان به تاجیکستان با اونها شکنجه و تو زندان طولانی تهدید میکنند. کمک ها از آسمان به ساکنان گرسنه غزه. ده ها هزار فلسطینی روزهای سخت را پشت سر میکنند. یک ساکن دوشنبه ادعا دارد که بعد لطوکوب سختی همسایه ها اعضای تناسلش از کار افتاد ولی کسی به شکایتش گوش نمی کند. همه چیزی مردونه فرام دیگر نشید. همه کار باید کردن دیگر بعد دکتر اومدم. نمایندگان گروه 24 میگویند برای پیدا کردن سهراب ظفر رهبر این سازمان به مقامات ترکیه مراجعت کردند. سهراب ظفر روز 10 مارس در ترکیه ناپدید شد. از این پیش نسیم جان شریپوف عضو دیگر این سازمان در ترکیه غیب زد. جانبداران گروه 24 میگویند احتمال در کدام معامله پنهانی میان مقامات تاجیک و ترک این دو نفر ربوده شده باشند. برای پیدا کردن ایشان تو امروز ما تلاشا کردیم ولی نتیجه نداد. ما بر اساس همین با سازمان‌های حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد و خانه آزادی و دیگر سازمان‌های حقوق بشر مراجعت کردیم برای پیدا کردن ایشان و علاوه بر این به سفارت‌های ترکیه در کشورهای گوناگون نامه نوشتیم تا برای ما کمک کنند در این باره و همچنین یک نماینده خود را به پروکراتورای شهر استانبول روان کرده ایم اونجایی که سهراب ظفر زندگی میکرد تا برای پیدا کردنش کمک کنند، زیرا در صورت بازگشت ایشان به تاجیکستان با اونها شکنجه و تو زندان طولانی تهدید میکنند. و استیو سوردلوف حامی حقوق انسان در صحبت با رادیو آزادی گفت ناپدید شدن دو مخالف حکومتی تاجیکستان مایه نگرانی عمیق و جنایت است. Турецкие власти и таджикские власти должны немедленно объявить о месте. مقامات ترکیه و تاجیکستان باید هرچه زودتر کجا بودن سهراب ظفر رهبر گروه 24 را اعلام کنند. سهراب ظفر چند روز باز است که غیب زده است. از قضا من با او در تماس بودم و درباره بینشان شدن نسیم جان شریپوف یک فعال دیگری گروه 24 صحبت داشتم. او نیز از روز 24 فوریه بینشان است و کسی نمیداند کجاست. نسیم جان هم در استانبول زندگی میکرد. ضمن گفتگوهای من با فعالان در سالها و ماهها و یا حتی هفته‌های اخیر آنها میگفتند که با آنها خدمات مخصوص تاجیکستان تهدیدهای زیاد میکنند. مقامات ترکیه هم با آنها بارها اطلاع دادند که تحت خطر قرار دارند. حالا دو فعال سازمان ناپدید شدند و این یک علامت فوق‌العاده نگران کننده از سرکوب فراملی مخالفان از طرف تاجیکستان و احتمالاً دست داشتن ترکیه در این سرکوب است. از این رو ما از دوشنبه و انقره دعوت میکنیم به یگان تأخیر کجا بودن این آدمان را اعلام کنند. سازمان فریدوم هاوس یا خانه آزادی در گذشته در یک گزارش گفت حکومت تاجیکستان برای تقویت قدرت مخالفان را در خارج هم آرام نمیگذارد و هدف گرفته سرکوب میکند. برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می‌دهیم. یک ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که در نتیجه لطوکوب همسایگانش اعضای تناسلیش سخت آسیب دید ولی مقامات انتظامی شکایت‌های او را به اعتبار نمی‌گیرند. عین زمان آنهایی که ایدیبگ نصرتوف به جنایت متهم می‌کند می‌گویند او بیماری روانی دارد و اتهامش دروغ و بی اساس است. جزئیات این ماجرا را همکاران ما در دوشنبه علیشیر ظریفی و امیر ایسوف تحقیق کردند. این ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که 7 ماه پیش از سوی دو همسایه جوانش لطوکوب و شکنجه دیده است ولی مقامات امور داخلی شکایت او را در این باره نادیده میگیرند. زدم دادانم سرز دستم بستن خط پاچم ژیلکه مهم قبی ناخری بستن من آخه نه خوندم همه کار همین کانکرن زدم مایم کردم. وی میگوید در نتیجه لطوکوب عضو تناسلیش آسیب جدی دیده به این سبب طبیبان مایدانش را جراحی کردند.
خیلی عضوی بدن ورم کرد دیگه، همه چیزی مردونه ورم کرد دیگه، نشید همه کار بای کردن دیگه. بعد دکتر اومدم چورم کورپوس دیدن اولارگو کول کردن برای کرشوی درماندی بایش. من همه خواهش کردم که روز فایرت کنیم. من خیلی همه کار برم همه شفا موندم. مرا گفتم من خیلی کار کردگیم بدر کردم داشت چون گفتم این پای سیگارت چون. ایدیبек نصرتов میگوید برای آن لاتوکوب شد که پول قرض داده‌اش را طلب کرد. وای به همسایه‌اش 20,000 روبل روسی قرض داده تا حالا نمیتواند مبلغش را پس گیرد. جانب دیگر این را رد میکند. قرض را доказать کرده نتونست در پیش مردم در پیش همه خلق آنها جورا ایبان چند قبول گذاشت که بونه با کدوم رفت کدوم زده چیکارش کرده اورام دا گردنی موزاد زاولین نویس دای این участковый جای خمون رفتیم اونجا доказать کرده نتونست. ایش کلیپ دیگه هم خیلی دیگه رفته سای دیگه هم خیلی روز بر روز یگون برقتی آدم والله قسم نه جان کردگیم نه دست برداری کردگیم همین سینه آدم نه بگو کردیم قد نمی آدم این فقط تهمت. ایدیبек و رحمانعلی در محله نوبهار ناحیه سینای پایتخت به سر میبرند. ناظر منطقوی این محله گفت از شکایت ایدیبek خبر دارد و هنگام تحقیق اثبات خود را نیافته است، ولی دقیقاً پاسخ نداد که چرا او جراحت برداشته است. وی در صحبت بدون ثبت گفت وضع روحی و روانی ایدیبek چندان خوب نیست. طبیبان بیمارخانه قریه بالا گفتند این مرد از لحاظ روانی مشکلی جدی نداشته، کمی عصبهایش خراب شدند. در این بیمارخانه تاکید نمودند که ایدیبek را با شکایت لاتوکوب و آسیب دیدن مایدان قبول کرده طبابت کردند. با گفته طبیبان شکایت او در مورد آلات تناسلیش به عصبهایش ربط داشته. این از خود ایدیبek نیز بستگی دارد که نباید خود را در حالت عصبانیت و افسردگی زیاد قرار دهد. ایدیبek به این خلاصه طبیبان راضی نیست و پافشاری دارد که لاتوکوب و آسیب دیده‌اش او را به چنین حال گرفتار نموده است. ایدیبek 35 ساله صاحب 3 فرزند بوده، فعلا جای کار نمی کند. او در گذشته در روسیه در مهاجرت مهنتی بوده است. حالا از وضع سلامتیش نگران بوده، خواستار تحقیق منصفانه قضیه لاتوکوبش است. ساکنان غزه منطقه‌ای که از جانب اسرائیل محاصره شده است از نارسایی غذا رنج می‌کشند. سازمان‌های بین‌المللی وضع ساکنان غزه را دهشتناک تصویر می‌کنند. در همین شب و روز یک کشتی بزرگ آمریکایی با محصولات ساختمانی به سوی ساحل غزه حرکت دارد. آمریکا می‌خواهد در اینجا بندری سازد که با واسطه آن به مردم غزه کمک رسانده شود. زرانگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. جنگ خیابان به خیابان در باریکه غزه. وزارت دفاع اسرائیل نواری نشر کرده است که جنگ خانه به خانه در شهر خان یونس غزه را نشان می‌دهد. تصدیق درستی این نوار دشوار است. مقامات بهداشتی غزه میگویند در حمله‌های اسرائیل هر روز 10 نفر کشته می‌شوند. پزشکان و کارمندان سازمان‌های مددرسان میگویند وضع در غزه دهشتناک است. غزه از راه زمین در محاصره است و برخی کشور و سازمان‌های مددرسان تلاش دارند از آسمان به ساکنان آن غذا رسانند. در آغاز ماه رمضان نیروهای هوایی اردن طریق هواپیما از آسمان به ساکنان غزه آرد و برنج، غذا برای کودکان و آب پرتافتند. نیروهای هوایی آمریکا نیز 88 بسته به غزه پرتافتند. حالا تصمیم است که یک بسته دیگری کمک‌ها از این راه به غزه رسانده شود. یک کشتی نظامی آمریکا حالا در راه به سوی ساحل‌های غزه است تا آنجا یک بندری موقتی برای کمک رسانی بسازد. مقامات آمریکا میگویند این بندر امکانیت خواهد داد که به مردم غزه از راه آبی کمک رسانیده شود. سازمان ملل متحد میگوید ساکنان غزه از گرسنگی اذیت میکشند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت حماس است، شمار قربانیان جنگ را 31,000 نفر اعلام کرد. آماری که جو بایدن پرزیدنت آمریکا با آن با شبهه نگاه میکند.
امکان ندارد که شما باز 30,000 فلسطینی دیگر را قربانی عملهایتان کنید. راههای دیگری برای مقابله و راه رسیدن به درمان آسیب‌هایی که حماس رسانیده است وجود دارد. بایدن از تعیین خط سرخ برای اسرائیل که اگر آن را عبور کند از حمایت آمریکا محروم می شود خودداری کرد. آمریکا پس از حمله حماس در روز 7 اکتبر به اسرائیل از این کشور پشتیبانی می کند. ماه رمضان آغاز شده است ولی برای هزاران ساکن عادی و 72,000 مجروح در غزه از راه آسمان و زمین و بحر کمکی لازمی نمی رسد. برنامه را با گزارشی از شهر بخارای ازبکستان ادامه می دهیم. بنیاد یک شهرک صنعی برای جهانگردان در بخارا که تاجیکستان گذشته تاریخی و فرهنگی خود را به آن پیوند می‌داند جنجال برانگیز شد. مقامات ازبکستان برای اجرای طرح چند بنای کهنه و هیکل و یادگاری ها را کندند. فعالان برای حفظ بناهای کهنه صدا بلند کردند اما میگویند زیر تهدید و تعقیب ماندند. گزارش همکارم کیومر سیاطات در همین باره است. تخریب بعضی از بناهای تاریخی در شهر بخارا بحث برانگیخت. نمایندگان حکومت ازبکستان آن را به بنیاد مجمع سیاحی بخارای باقی ربط دادند. یکی از بلاگران عملی مقامات را جنایت و قانون شکنی نامید. روزنامه‌نگار محرم اعظم خواجایف در تلگرام چنین نوشته است: آنهایی که میخواهند چندین بنا را در مرکز بخارا ویران کرده در جای آنها شهرکی صنعی سازند هم دشمنی بخارا و هم دشمنی ازبکستان هستند. ناراضیان میگویند از طرف نمایندگان دولت پیوسته تهدید میشوند. حداقل 4 بلاگنویس در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که برای ابراز نظر درباره آنچه در بخارا میگذرد زیر فشار هستند. شوکت میرامونویچ، شما گفته بودید که مردم نه برای منصبداران بلکه منصبداران برای مردم هستند. میدونید چنین تأثیرات حاصل می شود که این گفته های شما به عمق یک چقوری تاریک می رود. سازمان بین المللی الرت هریتیج رفتار مقامات ازبکستان را در مرکز شهر قدیمی به بمباران ارتش سرخ در اول عصر گذشته مانند کرده است. سازمان میگوید بخارا در عهد شوکت میرزیوف بار دیگر بمباران می شود. الرت هریتیج از مقامات ازبکستان خواسته است تخریب بناهای تاریخی را بس کنند. بنا به گزارش‌ها تخریب بناها در قسمت تاریخی یا کهنه شهر بخارا روز 26 فوریه امسال آغاز شده است. این مکان را برای ساختن مجمع صنعی سیاحی خالی می‌کنند. ببینید در مرکز بخارا چگونه چیزهای بی‌معنا می‌سازند. به عوض 470 میلیون دلار تامین آب و گاز در شهر و ولایت بخارا تا حال پره به راه مانده نشده است. به این نگاه نکرده که راه‌ها ویران هستند این کار جریان دارد. برای این بازیچه احمقانه پول هست. ویدیوی تخریب مکتب صنعت و مجمع ورزشی در بخارا در شبکه‌های اجتماعی پهن شد. کارگران کرسی ها را میشکنند و میکنند. مجسمه مادر را نیز از میدان یادبود و قدردانی بخارا گرفته در باغ کاگان گذاشتند. فعالان به این نظرند که مجمع صنعی سیاحی ممکن است نه تنها بخارا را از اصل خود دور کند بلکه خف بیرون شدن آن از روی خط میراث فرهنگی جهانی نیز هست. مقامات بخارا پیشتر گفته بودند که تصمیم نهایی تنها بعد از دریافت گزارش یونسکو گرفته می شود. تاجیکستان که تاریخ و فرهنگ و گذشته‌اش را با بخارا پیوند می‌داند و آرامگاهی شخصیت‌های معروفش از جمله اسماعیل سامانی در آنجاست هنوز واکنش نکرده است. یک نظامی را در ناحیه اشت ولایت سوخت برای قلابی جزا دادند. سردار میزی حربی جماعت آریان با گرفتن 15,000 سامانی در عوض تهیه بلیط و از خدمت آزاد کردن یک ساکن ناحیه گناهکار شده است. نام و نسب او را نگفتند. موقع خودش و یا نزدیکانش به قضیه نیز معلوم نیست. برنامه به همین به پایان رسید ولی شما خبرهای نو رو در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک پیگیری کنید. خدا نگهدار تا برنامه های دیگر.